استرس برای چی؟ دست آمبولی شدن. عزیزم خب ما 3 مرحله برات یه کاری انجام میدیم که آمبولی نشی. یکی این که جوراب واریس تنت میکنیم، 2 یه جوراب پنوماتیک، 3 اینه که چی؟ یه آمپول هپارین بهت میزنیم که خدای نکرد این مشکل برات ایجاد نشه. پس نگران موضوع اصلا نباش. سلام عزیزم. سلام. چطوری؟ متشکرم. برای چه کاری اومدی؟ عمل اسلیف با تو سرویس دکتر؟ آذر. خب ببینم آخرین غذایی که خوردی اومدی چی بوده؟ دیروز فیله مرغ خوردم. دیروز ساعت چند نخوردی غذا؟ 9 شب. 9 شب. خوشمزه بود؟ عالی. جاتون خالی. نوش جونت. خب چه حسی داری؟ حس خوبی دارم ولی خب یه کم استرس هم هست دیگه. استرس برای چی؟ دست آمبولی شدن. عزیزم خب ما 3 مرحله برات یه کاری انجام میدیم که آمبولی نشی. یکی این که جوراب واریس تنت میکنیم، 2 یه جوراب پنوماتیک، 3 اینه که چی؟ یه آمپول هپارین بهت میزنیم که خدای نکرد این مشکل برات ایجاد نشه. پس نگران موضوع اصلا نباش. و اینکه اگه بهت بگن که الان عملت کنسل چه حسی داری؟ نه وای نه. چرا؟ کلی خب استرس داری بیا کنسلش کنی. استرسش حالا دکتر رو ببینم یه کم میشه ولی خب این جور چیزا استرس هم داره دیگه ولی خب درست میشه ان شاء الله. درست میشه باشه نگران نباش. منتظر اون باربی شدنم. و اینکه ترازو از تو میترسی یا تو از ترازو؟ ترازو از تو میترسی. خب بعد 6 ماه خودتو دیدی چجوری میبینی؟ یه اندام خیلی قشنگ، باریک، باربی، کمر باریک. خواهی کجا بری؟ لباسای خوشگل تنم کنم. و کجا بری؟ جایی که دوست دارم. جایی که دوست داری. این حس قشنگ و این رویا رو تو خودت داری میپرورونی که ایشالله که عمل شدی همه اینا کارا رو انجام بدی. آره؟ اگه فست بود آدم بود با کدومش رو قهر میکردی؟ دیگه نمیرفتی سراغشون؟ کلا با فست فود قهر میکردم. کلا قهری یا کلا؟ عاشقشم، عاشق فست فودی. الان عاشقشی؟ ولی خب مجبورم به خاطر اندامم بذارم کنار. خب چیزی که انداممو قشنگ کنه مجبورم بذارم کنار. بذاری کنار. حالا کنار گذاشتنش کلا خیلی سخته. کم ترش کنی. آره خیلی خوب. چه رژیمایی گرفتی؟ من رژیم زیاد گرفتم. سخت‌ترین رژیمی که گرفتم رژیم ساق طلایی بود. چی بود اون؟ مثلا فقط ساق طلایی می‌خوردم. آره. بعد پرهزینه ترینش چی بود؟ پرهزینه ترینش که کاری که برای ماه به ماه مثلا آمپول میزد برام. مثلا نه که حالا به من گفت چون تیروید داری زیاد نمیتونم آمپول بهت بزنم. از این آمپولای لاغری؟ ملیتاید زدم. ملیتاید یه سری خودم از داروخونه گرفتم بدون تجویز خودم زدم. خب نتیجه لاغر شدم ولی خب اون وزنی که کم کردم بیشترش رو اضافه کردم. ای بابا. پس با آمپولای لاغری الان مخالف 100% دوست نداری؟ اصلا خب یه دفعه کارو یک سره کنم و بیام سر یه دفعه تموم شه بره. خب بریم ایشالله عمل شی با حس خوب انرژی مثبت بریم. مرسی عزیزم.